سرگی درانین توسط کنار به حمله می رود، ولی پرویجان دهقانov توانست وضعیت مذکور را سری وقت برطرف سازد. ارسال به خط حمله امکانیت پیدا بشه برای زدن ضربه. بهترین فرصت ضربه و بازم دفاعگری دسته چسکا بهترین بازی را اینجا نشان داد. خیلی عالی. الشیر سفاروف بهترین فرصت بود برای دلیر مخاطف و اگر او ضربه درست اجرا میکرد، ضربه قوی تر، این حالت خیلی و خیلی خوفناک میگردید. باز هم دلیران به پیش میرود. امکانیت نوبتی و اینجا افساید نبوده. ضربه و گل یا نه؟ نه، گل نیست دوستان ارجمند. بازم یک ضربه کنجی دیگر. جانب شریفوف پرتاب میکند به داخل جریمه‌گاه. ضربه به خط هجوم. امکانیت ضربه زده می شود و اکنون گل. فوتبالبازان دسته رفشن ظفرآباد گل نزدن و به دروازه خود گل خوردن. خورشید تیمور جورایف دوستان ارجمند دسته کیمیویا را پیش صف میگرداند و هم اکنون دسته شهر دوشنبه یک گل به پیش میبراید. میتوانیم به لحظه تکرار توجه کنیم. اصلا دفاعگر اشتباه نمود. بله، معروف اشتباه کرد. سال به داخل جریمه‌گاه اجرا می شود. وضعیت خوفناکترین ضربه و تو به دروازه وارد می شود. دوستان ارجمند تو به دروازه وارد میگردد. حساب رقابت 1-1. پرویجان دهقانov این گل را به هدف میرساند. او در بازی امروز خیلی زیاد کوشش کرد و در نهایت کار به مقصد خود رسید. توانست ضربه خود را با گل انجام بدهد. ضربه دلیر معطوف به خط هجوم. کوشش های نوبتی بازیکنان دسته رفشن ظفرآباد. امکانیت برای زدن ضربه وجود دارد. ضربه و گل. بختیار ظریفوف دوستان ارجمند به زدن گل دست مییابد و دسته رفشن ظفرآباد را به پیش میبرد. در نیمه دوم فوتبالبازان دسته رفشن ظفرآباد با فکر و اندیشه دیگر به میدان آمدند. در قسم دوم مقصد آنها تنها غلبه بود. اصلا در رفت رقابت امروزه دفاعگر رقم 20 در حیات دسته کیمیویا کامران ابراهیموف بازی خوب نشان داد، ولی در همین حالت او نتوانست درستتر رقابت کند با بختیار ظریفوف. حساب دیدار اکنون 1-2 می شود. رفشن ظفرآباد امکانیت دارد تا در ورزشگاه رقیب غلبه مهمترین خود را به دست دارد. تغییرات در هیئت دسته رفشن ظفرآباد. جهانگیر علیف دوستان ارجمند از میدان گرفته می شود. در بازی امروز هم جهانگیر البته بازی فرق کننده را نشان داد. در گردان کردن بازی دسته رفشن ظفرآباد اون نقش مهم داشت و به جای فوتبالباز رقم 21 امید اودینایف به میدان می آید. یک نیم حمایتگر دیگر. تا حالا هم هجوم جریان دارد. قربان علی مرادوف ارسالی به خورشید تیمور جورایف. الشیر سفاروف پرتابی به داخل جریمه‌گاه. امکانیت است. امکانیت ضربه زنی وجود دارد ولی در ضربه زدن دیر کرد. حالا مانگ بید. همین طور این ضربه آخرین در رفت رقابت امروزه با دوستان ارجمند دسته رفشن ظفرآباد خیلی عالی بازی کرد در قسم دوم رقابت و توانست غلبه مهمترین خود را به دست دارد.